اگر ایشون بخواد حالا یه کارایی انجام بده، مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود. اولا به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس.